سلام علیکم. سرخ آوازی که اومد. بیا بیا حاجی بیا. حاجی بیا. عمر بیا. حاجی عمر. دعا کردم. در انا اون خانه نماز است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بچه‌ها. اما بحر سرخ اومدیم. بحر سرخ حاجی قطعی آوازی. حاجی کویا قطعه حاجی کویا قطعه. او ندیدی حاجی اینا. آوازی نه. انا بچه‌ها حاجی بحر سرخ آوازی که اومدن. آوازی که دستن اینا. 1 ساعت وقت دارن. حج عمره ترایور اینا. گر تو صاحب خردی باش خریدار قدر، گر تو صاحب خردی باش خریدار قدر. تا تو را در جهان لطف خدایا شد، تا شفاعت‌های آن حضرت مختار شود. همچون اویس قرنی خدمت مادر بنما، تا تو را در جهان لطف خدایا شد. سبحان الله. هر کسی که آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هر چی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف پیش گوید قرآن کریم صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. آبروی اهل دین، هر کسی که این روز در دین من و شما در این دنیا عزت و آبرو دارد و دعای پدر و مادر بجای است. الله سبحانه و تعالی فرماید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله قرار ساختی و جز او دیگر یگان کسی را نپرستید. تاجیکستان مادر بسیار نیکویی کنید. بیا بیا حاجی بیا. حاجی بیا. عمر بیا. حاجی عمر. دعا کردم. ماشاءالله. فلا تقل لهما اف. اگر قدم ای پدر و مادر در کلانساری یافتی، اوف نگو که تو منو گران کردی. ای شما میخواد که بیاریم یک جونمر، یک آب پدر آب مادر میگفت است که ای ما همه خاکی کار میدیم و پول رای میدیم و فلان بسمدان هیچی نه که شما ای ما را شید. اگر یک شبه آن رنج که مادر کشید برد جهانش نتوان برکشید. یک کس آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت انا فعلت لأمی هذا و لأبی هذا و پدرم من اینو میگیره و مادر از من اینو میگیره، من مادر این کردم پدرم این کردم. پیغمبر گفت اسکت انت و مالک لأبی. دم بگی زنک بگی قطعی مال و ملک دای پدر و مادر. سبحان الله. الله میفرماید اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما. مادر جان عزیز، پدر جان جانم شریف، وقتی که ما در حق پدر و مادر صحبت میکردیم بسیاری از پدر و مادرها دیدیم که گریه میکردن. سبب گریه پدر و مادر پرسیدم گفتم بچه جان همین یک روز در خانه نشست میدن انشاءالله یک تغییر ذره را ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. گر کعبه روانی در انمو خانه نماز است.